بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، با سلسله درس های تفسیر قرآن کریم از کتاب الجامع لاحکام القرآن با شما همراه هستم. درس گذشته درباره فضیلت قرآن و قاری قرآن و گوشکن قرآن گذاشتیم و بابی که امروز میخوانیم این هم درباره چگونه تلاوت نمودن قرآن کریم. در سنن امام ترمذی و ابو داود رحمهم الله آمده است که از ام سلمه رضی الله عنها را پرسیدند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه تلاوت میکردند. ام سلمه رضی الله عنها گفتند: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأ مالك يوم الدين. ام سلمه رضی الله عنها میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرائتشان را کنده کنده میکردند، یعنی هنگامی که تلاوت میکردند میگفتند الحمد لله رب العالمین، می ایستادند. الرحمن الرحیم می ایستادند. مالک یوم الدین می ایستادند، یعنی هر یک آیت را خوانده سپس می ایستادند. و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت آمده است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: احسن الناس صوتا من اذا قرأ رأیته یخشی الله تعالی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بهترین صدا را شخصی دارد که هنگامی که تلاوت قرآن میکنه ترس خداوند تبارک و تعالی را در تلاوت و قرائت این شخص میبینی. سپس امام قرطبی رحمه الله مسئله تلاوت کردن قرآن کریم با آواز بلند و زیبا کردن صدا هنگام تلاوت قرآن و اسلوب های دیگری که برای صدا زیباتر گردد بیان نمودند. امام قرطبی رحمه الله میفرماید که بسیاری از علماها از جمله امام احمد رحمه الله و سعید بن جبیر و امام النخعی و امام ابن سیرین و دیگر علماها بر این نظرند که تلاوت نمودن قرآن کریم با آواز بلند و زیبا کردن آواز هنگام تلاوت قرآن یک امر و یک کار مکروه است، کاری که ناپسند است. و یک چند دلیل ذکر نمودند و فرمودند که روایت آمده است که شخص به نام زیاد النمیری همراه یک چند قاری قرآن نزد انس بن مالک رضی الله عنه آمدند و خواستند در نزد شخصی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را 10 سال خدمت نموده است تلاوت قرآن کنند و در هنگام تلاوت با آوازهای بلند تلاوت نمودند و صداهای خود را با اسلوب و نغمه ها دگرگون می کردند. در آن زمان حضرت انس رضی الله عنه رویشان را با پرده یا رومال سیاه پوشانیده بودند و وقتی که متوجه قرائت اینها می شوند پرده یا همون رومال را از رویشان دور کرده می گویند: یا هذا ما هكذا كانوا يفعلون. ای تو که قرائت کیسه، این گونه نبود قرائت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، این گونه نبود قرائت اصحاب رسول اکرم. و از عادت حضرت انس رضی الله عنه این بود که هنگامی که کار بدی رو میدید همون پرده‌ای که رویشون را پوشانیده بود همون را دور کرده و کار را این کار میکرد. و روایت دیگری آمده است از قیس بن عباد که میگوید اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آواز بلند برداشتن هنگام ذکر کردن را
بد می‌دیدند، کراهیت می‌شماریدند. و این چنین یک روایت دیگری از سعید بن مسیب میگوید روز به تلاوت خلیفه مسلمانان عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه هنگامی که امام بود و با مردم نماز میگذاشت، در روایت آمده است که فطرب فی قراءته، تطریب گفته در زبان عربی زیبا نمودن صدا را میگن. بعد حضرت سعید بن مسیب یک شخص روان کرد و به حضرت عمر بن عبدالعزیز بگه که اصلحك الله ان الائمه لا تقرأ هكذا، خدا خطای کرده ات را درست نماید، امام هرگز این گونه تلاوت، این گونه قرائت نمی کند. فترک عمر التطریب. بعد از شنیدن سخن سعید بن مسیب، حضرت عمر بن عبدالعزیز تطریب کردن در قرائت را ترک نمودند، یعنی زیبا کردن آواز هنگام تلاوت را ترک نمودند. و این چنین حضرت امام مالک رحمه الله را میپرسند که درباره شخصی که آوازش را هنگام تلاوت قرآن بالا و پست میکند چی میگوید؟ حضرت امام مالک این کار را انکار نمود و بد دید، بسیار بد دید. این بعضی از دلیل ها و روایت هایی که ائمه بزرگوار همانند امام احمد و سعید بن مسیب و سعید بن جبیر و دیگر ائمه بزرگوار درباره بلند کردن صدا هنگام تلاوت قرآن و زیبا نمودن صدا هست. اما طایفه دیگری از علماها از جمله امام ابو حنیفه و اصحابش و اینچنین امام شافعی و ابن مبارک و دیگر علماها و ائمه های بزرگوار بر این نظرند که بلند خواندن و زیبا نمودن صدا هنگام تلاوت قرآن جایز است، بلکه کار خوبی هم هست. چرا؟ اینکه هنگامی که آدم صدای خود را زیبا میکند و تلاوت میکند، این تیزتر در دل میشیند و برای نفس آدم زودتر جذب میشود. و دلیل های از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آوردند، با مانند قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در سنن ابی داود و نسائی آمده است از برای ابن عازب رضی الله عنه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند زینوا القرآن باصواتکم، قرائت هایی که از قرآن کریم میکنید همین قرائت هایتان را زیبا نمایید. مقصود و مراد از تزیین نمودن قرآن، زیبا نمودن قرآن، قرائت قرآن است، نه خود قرآن، چون که خود قرآن کلام رب العالمین است. اما قرائتی که ما داریم، ما همین قرائت را مطلوب است که زینت بخشیمش. و این چنین در حدیث دیگری آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، یعنی اون شخصی که هنگام تلاوت نمودن قرآن کریم قرائت خود را زیبا نمی کند، پس اون شخص از ما نیست. اما مراد از یتغنى چی هست را علماها اختلاف نظر دارند. و دلیل دیگری که آمده است از قول ابی موسی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که لو اعلم انك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبیرا. ابی موسی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت اگر من میدونستم که شما قرائت من را گوش میکنید، هر زمان من قرائتم را زیب و زینت میدادم تا اینکه شما گوش کنید. یعنی این دلیل های هستند که جایز بودنی زینت بخشیدن در قرائت کردن قرآن کریم را به ما اجازت میدهد. و روایت دیگری از عبدالله ابن مغفل آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سال فتح مکه هنگامی که سواره در راه بودند سوره فتح انا فتحنا لك فتحا مبینا را میخواندند و آیت را دوباره تکرار می نمودند. یعنی همانند که ما در نمازها قرائت میکنیم یا که در دیگر محفل ها هنگامی که قرائت میکنیم یا آیت را میخونیم سپس دومین بار میخونیم برای دیگر گونه خواندن و از زینت بخشیدن، این حضرت عبدالله ابن مغفل میگه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در عام فتح مکه در هنگامی که سواره بودند همین
آیت را دوباره تکرار میکردند، برمیگشتند آیت را از سر نو میخواندند. یک نوع زیب و زینت بخشیدن در تلاوت قرآن بود میگوید. و امام قرطبی رحمه الله بر این نظر است که رأی امام احمد و ائمه دیگری که بر این کار کردن زیب و زینت دادن قرائتمون هنگام تلاوت قرآن، این رأی را و این نظر را راجح میدونن، این نظر را قبول دارم. برای چی؟ برای در دلیل هایی که ائمه بزرگوار مانند امام ابو حنیفه و امام شافعی دیگر را آوردند، از زین القرآن باصواتکم و دیگر دلیل ها، تمام این ادله ها قابل مناقشه هستند و می شود که مفهوم حدیث دیگر باشد و مقصودها دیگر باشد. این وابستگی به اجتهاد علماء دارد. دیگر همانند دلیل آخرانی که ذکر کردیم که میگوید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آیت را دوباره میخواند. در این مناقشه این دلیل میگویند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در شتور یا اینکه در مرکب سواره بودند و از سبب اینکه مرکب میرود میجنبد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آیت را خوب خوانده نتوانستند، دوباره گشتن خواندند که آیت خوب خوانده شود. و قابل مناقشه هر یک دلیلی که این اصحاب آورده است آنها رد گرداندند و هر یک دلیلی که آنها آوردند این اصحاب رد گردانده است. همین گونه بین علماها مناقشه و اختلاف وجود دارد. و اما چیزی که در اون این اختلاف وجود ندارد اون هم این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگام قرائت در سر هر یک آیت و یا در انتهای هر یک آیت می ایستادند. و این چنین قول خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این است که بهترین صدا و بهترین آواز همون آوازی هست که هنگامی که تلاوت قرآن را میکند در اون تقوای خدا را دیده شود. مادامی که این دو شرط و این دو قاعده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است را رعایت کردیم، باقیش ضرری ندارد چی به نظر یکم برویم و چی به نظر علماهای دیگر به مانند ابو حنیفه برویم. والله تعالی اعلم. و امام قرطبی رحمه الله بعد ذکر نمودن این آرا و این ادله ها این باب را به اتمام میرساند. و باب دیگری که امام رحمه الله ذکر میکند این هم آگاه نمودن اهل قرآن و اهل علم از خودنمایی و دیگر عادت و صفتهای بد. و در اینجا این حلقه را به اتمام میرسانیم و الله عزوجل موفق گرداند درس آینده را در این باب شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.